گلی از دست من بستان و بوی کو، ای جان محبوب میان کاکلا یه خود پنه کو. ای ای به هر جا که رفتی مرم ندیدی، ای جان محبوب همونجی با خوده گل گفتگوی کو. ای ای سر دست تو را با دست بگیرم، ای جان محبوب آخ به دل دارم که من در پس بگیرم. ای چی به زنگ گردنم بند بشه. تو سیکو با دادیمه بابا خب من چکار کنم؟ امر صد فر تفر زنگ میزنه. بله داده چری با گیره میکنی بابا، یا گیره کوی عدل گرد کما بفهم تو چی میگی. جایی هم بمونده که ما برای دیلن نداشته باشی بابا. دست من دگردی بیشتر چی کار من میگه؟ من میگم شما بگی چه کنم؟ عباس بیکاره یا فارغ کار رو دیل خدیمه برای بگرده بالا با که بگشتی. خوبه یعنی خوبه، ما بد کردیم که خود میگی لک سلام علیک کردیم، بد کردیم بابا. با پشتی کنتای ببینیم به کوچی که گیلک را ما را ناری. خوبه زن میزنم عباس، میریم یه خاک سیایی به سر خون میاری با کن بتونی پیدا کنی. چاردوبر و دیا و شرک خلای شده مجبوری رو کنیم به کوها و داشتار بریم برای گیلک بگردیم تا داشته کوها. خوبه یک خاک سیایی به سر خون خواه بردو پیدا خواه کردو این تورتوغه. خوبه خداحافظ گیره نکنه که بابا مار دیونه کرده. خب بابا گنجار بگردم دیگه اپلیده که ما بو مردم. خوشمه به می عباس برو آزادی خوی از زنگ بزنم. یکی زنده. بله کسی خوبی بخیری؟ شکر زنده باش سلامت بشی. به خونه یا؟ خب چه گریه میکنه خواهر تو؟ ای بابا این خواهر تو مغز غم نمیخوره. خب چه کار کنم؟ دست ما چی میاد؟ گم شده دیگه. خب تو بگو که من چه کار کنم؟ تو بگو. خواهر میام پیش تو سرزمین ها. خواهر میام. با کجا بیام سرزمین ها؟ خب کسی خب ما که همه جای بپلیدیم و کجا میگی بپلی؟ جای مونده دیگه. اوه یعنی بزو کوها و قشلاقا میری؟ خب خیلی باشه صحیحه میرم که گپی نیست صحیحه میرم اونجا همه پلیتانا به خود بلکن پیداش. خب میام حالا میام خداحافظ. گیلک پیدا نشد حالا میگه بیا بریم خودت نمیده میرم این قشلاقا و کوها. اینجا که نباشه اینجا چی مایی که میری؟ اینجا پیدا میشه گیلک. مگه برو. سلام علیکم.
بخیر لازم بخیر سلامتی زنده باشه سلامت باشه زنده باشه چه کردی گیلاک پیدا کردی؟ والله نه یک هفته میشه بیشتر یا کمتر میشه گم شده در به در براده میگردیم آخرم پیدا نمیشه حال مادر اینا زنگ زدن گفتم دادی تو گیره میکنه بیا برو یک کنارگوشی دیگه بپر گفتم دشت و صحرا و دی و شهر که بگشتید دیگه جای بغیر از دشت و کوه قشلاقا نمونده ما برو همونا رو هم بگردم گفتم برو روی به طرف قشلاقا و کوه زنگ زدم به عباس برارزاده یک هفته میشه دیگه وقتی باشیم دیگه چکار کنیم هم کاری که دستم و بیا بده تالی که ما دریق نکردیم عدی به بعد هم دریق نمیکنه عباس بیا بده خودی و ما این بریم روی طرف قشلاقا روی طرف کوه داشته چه کنیم این چه دیواره هم بکشتیم بابا یک این تیزه در و بند برابر یک و جب بمی تواب بمی شهر و دی نمانده که ما نگشته باشید تا به ایران ما زنگ دادیم بپوشیدیم کمی گیلک به ایران نرفته باشه بمی مدت یک هفته این به ایران اگه بجسته باشه پیشمون نمیفهمم اگه پیشمون خود که گپ زده باشه برفته باشه خب خیره باشه دیگه باقی پیدا شما قشلاقو بریم زنده باشه سلامت باشه مدت شما خیر بینیم شما هم اینجا همسایه ما سراغ میدم مثلا اونو هر کی میبینه دیگه شما هم جستجو بی کار باشین اگه عباس هم دیدیم بگو زود باش که کاکاتو معطل تو نی کجیر 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 کجیرو کجیر بخیر بیا میدی عباس چطور عباس خوبی بگو چکار کنی یک کار کن چه کن عباسو بیا خدی تو شهر و دی و من توصیه کن من این به چی خاطر رای کردم این به چی خاطر آماده برات کابغلات بابا یلکو بیا که با کار دارو تو خوب نگاه کن تو این نگاه بگو چکار کنیم؟ کاری بکن چکار مثلا؟ اگه بیکاری بیا قراری کرده بریم براد امی گیلک بگردیم خب کار نشده یار عجو هفته تا به یه هفته بیراده نی خط نی نوم نی نشونی عالم را بگشتیم پیدا نمیشه نگشتیم کجا بمونده که نرفته باشه بابا حال کدی و شهر و تمام غیریار بگشتیم بیا خودی تو رجوع میکنی روی طرف قشلاقا روی طرف قوا داشتا باکن به جامعه پیدا شه یعنی تو میگی که بریم با قوا داشتا قشلاقا پیدا میشه خب باکن امید به خدای او اشتباه رفته از اینجا بابا میگه آدم از سراغ به عراق میره این که هنوزه دشتکوه گیلک همه از بپوشیده برفته میشه رو به دشتکوه رفته باشه یا به دگه جا رفته باشه باکم امید به خدای بریم دست خیلی نیاییم پیدا کنیم بیاره مادرم اونجی گیره میکنه دادیم اونجی گیره میکنه این گم شده من چه کار کنم باید میفهم نه منه عمالی زنگ زدم که ما به تو زنگ زدم عمالی به من زنگ زدم بلی نه بابا عمالی زنگ زدیم خوبه یک خاصیای به سر خوب بیارو خوبه نانی جیگرانی عباس بیامد اول میدارم میرون خودیو خوبه دل جمع باشه خوبه گیره نکنیم مادرم بخیر باشه خدا حافظ عباس بریم جامعه بریم پیانه بریم بابا ما این دیگه توی عجالی نداری نه من کجا آردم اگه پول میدیشتم خوب برارزاده خوبه گردم برادم خونه 2000 بستو بیار قراری کرده با میتونم میشه یک کاری کو میفهمی چه کار مگاری بکنی چند تا عکس هم از گیلک چاپ کنی عکسی رو داری تگوشی خوب دارم مکس حالا یه از خواهی به تازی ملا زده که اینا یه عکس ها کم بفهمیدی کشتی عکسیه یه عکس دارم از گیلک خیلی عکس خوبه هستم میبینیم چاپ میکنیم خودت از این عکس ها خود
همونجا من امتحان قشلاقا برکن میزنی همونجا چسب میکنم برکن یکی برو بره بریم بریم کیاره بریم چند تا حد سمنجو چاپ میکنی تو برو چه 200,000 پولی بردارن که بخور میشه 2,000 2,500 هرچی بیت برو ترکی بیا که بریم هنوز صبح به خیر خوشی تا نماشون میری میگردی برکن پیدا شه برو که 6 ساعته با فکر کنم بیا بدی چه بوجی آوردی؟ فرقون رو بده بیدم مادر به دست همسایه دادی بیدم و اینا رشته ببره اینا بیجیر بیاردم اینا به بوجی نمیشه آخه تو نمیفهمی که اینا نمیشه به بوجی فرقون رو بدادن دست همسایه دادن خود چه کار میکردم و اینا را رشته اینا کی میشه بزی؟ تو بگل نمیشه ببونه نه ما چون خود فرقون رو که بدادن دست همسایه بکنه و هم فرقون نبردم تا نه کمی آوردی دیگه اینا را همه مگه بار میبردی بس نه و حیات مبارک من بیجیر باید دشتون بیاردم به بوجی نمیشه اینا به بوجی میشه ازوم کسی به بوجی میبره برو همی تنه به می بیا حالی ما اصلی برم با تنه بیارم و خب اینا رشته ببره یک کمی بم بگل خود داریم بباریم حالا یک تا فرقون با بیا اینا نمیشه کامه به بغل مگه به تنه یا به فرقون باشه که آدم ببره هم تنه به می آوردی دیگه ما برم اصلی از اینجا برم با تنه برو مجبوری یعنی اینا رشته ببره 2 ساعت ری کردم آخرا چی آورده ها جمعه گل اشتنی جور شما رمضان بخیر خیلی سلامتی بخیر چیه پای برو چیکار ازون با جمع میکنی به فکر زمستون هستی چه کار کنین دیگه بیمار بیاد ری کردم برو همین تنه یا خوبه دیگه بگم نمیان خدمت جان ما بکن خب مامان برم به قشلاق برم به خونه خسور خود که بچه‌ام اینا اونجا همینا رو بردارم بیارم همین گساله ما اون اونجا بسته تو فهمیدی همین گساله رو به نمازدگر نمازشونه که برارم برارزاده خود بگفتم اوش به بزی اگه یاد بره همینا که فقط هم وقت تنور تا اون درس رو دست مادر بده که کسی نیه به گساله به سر آورده شه و نمونه به سر کجا گفته میرم با کو میرم خوب ما رمضان ماشه چشم دفتیم آیا تو کو نمیره برو نه باشه چشم من میرم خاطر میشه مثل با صبح میام نادل جمع نباشم خوب شما دل جمع باشه اگه نه من میرم هست مادر شما بخونه مادر ما بخونه مادر ما بخونه خوب باشه چشم یاد عجب زمان خوش کیان کو داری دیگه چیکار کنیم با فکر زمستون کنیم این چیه چیپس هم چیپس ما رمضان بره نصیب شما بوده مزه دهن خو میفهمم البته من یک کم میفهمم چیکار کنیم دیگه بیا ولی ساز اون گفتیم باشه چیپس هم مستقل یار مزه میده چیپس نزنه نوش جان شما من کو اسیری میام از این هرچی میخوام نمیخوره من بخوره نگه محمدی میشه دیگه بگید نه خوب بزنه نه بستم نصف ما بخورم بخیر باشه برم خدا دل جمع باشیم برم میبرم دیگه من به تو دل جمع خدا حافظ بخیر باشه کجایی من تو 2 ساعت رای کردم پانی بیاردم فرقونه و فرقونه به تو گفتم برو تله بیار فرقون کجا بیدک نگفتی که نیه فرقونه برفتم در سر همسایه گفتم فرقونه رو بده گفته که باشه می 2 پلاستیکا بمونده اینا رو برم بیارم از سرا با چرا تله ناوردی تنه هرچی بپلیدم نبود انا برو تله بیار بده من مثل ما گویم اکثر من میتونی برادر چی من مثل گویم بری کار کنی برو انا من یک سر روز میرم با مکتبم یک سر روز دیگه اکثر من میدونی چی گفته برو من نمیدونم خود شما با خوش شیشتیم اکثر به سر ما کار میکنه نمیبینی برو بده تنه بیار من میرم سهرا میرم بده زودی بیای السلام علیکم. سلام علیکم لالا بتنا باشی حالا اشتریم خوبیم بخیر لالا خوبی خیریته شکر فضل خدا میگم لالا جان یک 20 عکس ماستیم ما همین شو هم یک شو هم دیشتون گم شده هنوز عکسای چاپ کنیم خیلی خوشی ببینید در دیوالا بزنیم برگم پیدا شه 20 تا نماییم بله دارم عکسای بشی درسته چاپ میکنیم عباس 20 تا خیلی نمیشه نه دیگه میگم هر جا ببریم 20 تا کم هم هسته خوبه لالا جون چاپ کنیم 20 تا صحیح به چندی چاپ میکنیم به درک از خما جان گران چاپ میکنن شما که اونا گم شدن اون در پوش میکنن
خلیه لالا خود ما غریبی برانه نیه خیلی با بدگرا 50 پچه ما مشتری دیکون شما میشیم هر وقت قدیمت به خیر کوچی کسی از ما گم شه اولین دیکونی که بیایی دیکون شما نقش چاپ کنی برانه کمک از اون طرف با حساب کنی بیس خط چاپ کنی واسه قوم خشام خیلی گم میشه و خیلی باشه لالا ما معلومات بگرفتیم اگه کسی هم گیرون تیار میکنه کسی شما که هست ارزون تیار میکنین تیار کنین گپ نه منتها یک گپی هست که از ما قوم خشام به هر ماه نشه 30 تا گم میشه همیشه هم اینجا میایم عکسای رو چاپ میکنیم مشکل نداره ما شما چاپ میکنیم سلام علیکم سلام الله خوبی سلام علیکم حالا خوبیم بخیریم شکر زنده باشیم بگیم چی بسه حالا اجازه هم یک عکس مفقودی هم اینجا ما این بزنم بزنیم برو از اینا بپرسیم عباس بگیم یک عکس دست خوب بله یک شیعه داره همین گم شده هم یک عکس میزنه براتون پیدا شه بله این آدم ندیدی این آدم همین آدم دومات منه یک هفته میشه گم شده روی زمین هم بگشتیم پیدا نشده ما برای آدمی میگردیم همین شما ندیدی این چه کاره شما نه؟ این شو همه منه این از که گم شده؟ این از اون هفته تا این هفته گم دیگه فعلا یک هفته میشه برو آن همین آدم شما ندیدیم به جامعه همین آدمه همین آدم خوب دارید نگاه کنی همین اگه اشتباه نکنم ایر بدیدم می به کجا دیدین؟ این همینجور موتر میام تل انداخت به جنگل موتر ششته بود منتها این لباسا بهره نبود خب همین تا برفت طرف همین قشلاغا را خب نمیفهمید چی رقم لباسا بهره بود؟ این در شکده بود به نظرم همونه در شکده بود خب سعی کنیم بابا جان ما یک عکس باز همین دیوار میزنیم ایان اگه یک بار دیگه مورد ندیدین یک لطف کنیم ما خبر بریم حتما خیلی بریم دست شما درد نکنه بخیر باشید تشکر شما که اونجا دیکن دارین دیگه جانا ماما جا همین موتر آبی که رو به کجا میره؟ این تو به طرف قشلاغا میره طرف کو میره ما دیگه مگری بریم به قشلاغا بریم بگردیم دیگه لولو ما مگری بدیده بودیم بابا خبری میدیم حتما اگه دیدم به شما خبر میدم خب خیلی بخیر باشید دیگه چشم بدون نه کجیجی بریم بسه بابا جان گفتین همین طرف تنیه نه همین تو بالا مگردم بریم سمت کو میره خب خدافظ شما تشکر بابا کجا بگردیم از که ما به تعدید دشت و کوه سر و راه بریم این کوه هم چی شده؟ زمین شخص شده دیگه رفته خودم کوه هم بریم بابا کجا بریم دیگه
بکن لحنه دیگه را رفته بود تو رو بریم خودتو بریم. عدی گرگا و شغالا خورده باشدی کجی بیا که باودنی رسیدیم بیا اینجا باودنیه اون اینجا خونه بیا بابا شهر شهید شدم دیگه بیا کم دیگه پین میشیم بیا خلصان من نمیتونم عباس من مونده شدم بیا دیگه بیا از مگرم پین شیم خودت بیا راه رو دیگه بابا نمیتونم هلاک شدم راه رو دیگه کسی خلیفه میبخشی آنه کج اینجا خاله دنیه بیا خودت میریم سعی کن تو یک کاری کنی بیا خودت یک عکس و این سنگو بزنیم بریم فرقم پیدا شه اینجا سنگی هستن بیا بشیر حالا اینجا خط کنیم این سنگ میچسب کنیم آه از این دیگه مردم که میرم و میایم این جگاه خوب جای بیا محکمه چیز بود بریم این خط رو هر که تیش میبینم یک عکسه خوبه بریم بیا گله چرونم گله را ممی چرونم رمرا همیشو بوزو برا و خاطر یار نباشه که می چرونم رمرا آخ گله چرونم گله را دن 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 چکه بله موبایل بشینین دیگه بله لازم لوام میپرسیم سلام علیکم خدا جانشتن خوبه بخیر سلامت جان شما جوره
شکر زنده باشین سلامت باشین. لالا جان ببخشین همین نفر بفهمیدین این شوامه من از او هفته تا این هفته گم شده و من قشلاقا ندیدین همین نفره؟ نه لالا ندیدیم. خب دقیق نگاه کنین. ندیدی چند وقت میشه گم شده. از او هفته تا این هفته گم شده دیگه معلوم نیست که به کجا برفته. ندیدی نه لالا ندیدی. بابا جان یک زحمت بکشین شما کمی قشلاقا این دیگه یک دم این نفر میبینیم ما خبر بدین خیر بدین خیلی به خونه پریشون هم مرد ازی واسه که گم شده خیلی هم بگشتیم ما خیر بدین برین کجی جو خدا حافظ شما ایتال دی بوردن کجی دیگه من دیگه نمیفهمم عقل ما گیت شده دیگه جای نمونده که نگشته باشی یه کمی رو خوبش بیا کوا گانه مرید میشی یاره من مونده علاقه که گلگه بردار ششتن خودشته باشه چه کار کنیم من بگو دیگه چی میفهمم ها؟ آره ما بیامد باشه از این میپرسیم بخ اکتی گلک نشون میرسه لالا سلام علیکم علیکم سلام. ماما جان استنی واس بخیری. خوبیم بخیر سلامته شال بخیری. شکر ببخشید وقت شما رو میگیره چند دقیقه سلامت باشی. ببخشید برو جگر همین عکس میبینی بله همین عکس شو همه من این نفر بله یه از او هفته تا یه هفته گم شدن به قشلاقا آمدن نمیفهمه که دو قشلاقا حالا میپالیم اسمی هم گیلکه ایگو گیلک چپون مانه. چی؟ چپون مانه. بیشتر چپون شمانه رد گوسفندام چپونه. حالا گیلک شو همه خود شما نه بله کجی بیا من برای نون آوردم. راست میگه ماما بله آب در کوزه ما تشنه لبان میگردیم کجی اینا نگهمی حالا پیش ما چپونه لالا میشه بار ببونی پیشیو هاشته نمیشه. باره مورا جگر خدا شما خیلی بیشتر پیدا کنی مجبور مانه چپون مانه رد گوسفندای ما رو در چپون. بریم بابا دو ساعت پیش خزه ماما بفرمایید. بریم به خیال ما میام بریم کجا ماما بریم جلوی کویا بگه جانی ماما هم بشینو یاری که دیگه خریه بریم ماما بریم بیای اینا کامل سوال بریم ماما دست ماما میمونیم بریم بیای ماما این لالا گل چرا نون نیاورد آهه لالا گل آگه نونار بیار دیگه بابا گوشتگی ببرده مکان بگیرین خیلی لالا شما مطمئنی به چپون شما نه بالیا دیگه ما دروغ کنه میگن دیگه یعنی لالا همین گلک شو همین پیش شما چپون شده بالیا تا خبر رو دارین نه کجا بابا ما در برادی میگردیم نون میبری بله این گوسفنده هم شمانه بالیا گلا کوکی گلا گلا عباس بیمه سی کوکیو ایشین دیگه گلا کوکی گلا نه زل نما همینه بله نماده پس کنیم گلا گلا وقت دیگه که میگم شما دیگه شو خیریته
نداره خیلیه ما مشکل دیگر بیارم عمل بخودی مشکل دیگر اگه هست بیاره بیارم چی می؟ بابا من گم شدم من کاری میکنه بله بریم بیلا عشق بگه کجی بحثه چی شدو عشق تو نسبت به همه گیری برخون آدم جامل حالا ادرت چو بتی لنگام کنده جد کبرات تو بگه گیلا راجو هفته تایی هفته تو به کجا بودی آخه برای من از او هفته تا ای هفته ببینه اینا گناه پیارت بود که بگیر شو همه من از سرا بیرو کرد بفرمایینان بخوریم بیاین گیله جو برای کنام پریشون داره بداره مرد تو نونه لکو بتاره به تو چیز میزی مستونه خب بریم نگاه نونا شما نگاه بله هر چی نو کار کنه پولان حساب و نبده اینا رو میبونی پر خونه لالا بگه خودیش مکار ما میرم برای ما از این پریشون من من چه ساقا من ایتا چیز شده ایتا میشه گیله شما هم اینجا بدی شما هم اینجا شما میرفتم قشلاق از اینا به ماما خانیم بله من اینجا گپ زده بیدم بله با جامعه حساب اینا هرچی میشه بده چی؟ پول خوب است گیله ولی که پول به پیشمانیه اشته پول برای از اینا بدین اگه برام خونه که برای اینا حساب اینا رو بدین خوبه دی گیلک جو از روزی که گم شده 9 دفعه نوزاد تو به شفاخونه برده 9 دفعه حالا که بستره سعی که تو از تو چق زر عکس چاپ کنه بسته مغلار عکس دادیم ما مخصاینه نه عکس چاپ کنه بسته غلار ما عکس چاپ کردیم سکو آنه منو عمی منه خود تو نیرگه منو میگم منو اینا منو چرا چیشا میتنه خود گیل جامور که سرقی نشده بدی ایتا شده و چیشا عمران چیش کو سالگه کامه بسته میرات ما عکس دادیم است اینجا نوشتم بکردین گیلک از دو هفته تا ای هفته گم شده هر کس رو یافت 2 تا مرغ تخم کنی جایزه داره نه بابا بریم گیله جو بریم برادی نگرد بریم که داره بدر شده بچسبن مکل بمی گسپنده نه دیگه الله شده پیدا شدی یاد بدیم برای ما یادگاری عکس تو ما گیله خیلی بچه خوبی هم اینا دادای خیلی بچه خوبی هم ببینید شما خیلی بده اونا را بخورید شما میرن شما داره پول مستونه نگاه یا بر از این پول بس میرن دست رو شما بگی بابا خیلی نگه شما چیش پرتونم بری تو شما کرتی او چی کار میکنی؟ او نه برو کستونیه دیگه خیلی ابو برام یادگاری از اینا نه ما داریم از اینا این خیلی گرم عباس آره تو بپوشاک بابا چیلته بیشک کرتی به ایچه کاری رسول به درد میخوره işte گرمه کجی بابا این نمده بپوشاک خیلی گشته بپوشاک بریم خداحافظ بابا خداحافظ بعد راد شما دیدی من ببخشیم برای بخیر باشین خداحافظ شما خرید گیله جو بیا بریم تیاره گیله زنده باشین خداحافظ شما خیر بریم رقیب خداحافظ بگه خیر بیرین که دشونی دوبت با گیله که بزاده آقا ساعت من بیرون بریم خیر خوش آمدی گوسپنده خوش آمدین گوسپنده اگه شما را سلات کرد و مر ببخشیم گوسپنده شما را اگه سلات کرد و مر ببخشیم شما بلشتی خورم بگو بلشتی کن جا شما بسیار خیلی باشه بابا تشکم گوسپنده یا که دیر میشه بریم بینندگان عزیز سلام علیکم خوشحالم که یک روزی دیگر الله پاک ما فرصت داد که به خدمت شما باشیم کچکولار برای شادکلا سوژی امروز در رابطه به می برادرای کاشخالار میارم میندازم به در سر همسایا که تاونی نگردن اینا بفتک بگردن همسایه در کنار یک برادر. السلام علیکم من دلم باشیم برادر عزیز زنده باشی سلامت باشیم. اگه نام شریف خود بگیم شما کی باشین؟ نام شریف جمگل برار ایدگل جمگل برار ایدگل. بله خب همه گل داره. بله همه برار گله. نه بابا. بله زنده باشین سلامت باشین. برار جان شما اگر بگیم بعضا برادرها همسایا میگیرن ماشخالا خود میندازن در سر همسایا به نظر شما کار خوبی میکنن؟ آها نه برار ما کار خوبی نه کار اشتباهه دیگه کاشخالیا خود در سر برداریم بگذاریم به در سر همسایه راست میگی واقعیت کار خوبی نیه دیگه از این کارا دست بکشن به به ببینین بله خب برادر عزیز شما می آشغالا خود از سلا چه کار میکنیم؟
برو جمعه که آشغال که جمع شه به سراما صبح خدا قبول کنه نماز که میخونم برای که دیگه آشغالا بیرون میکنم درس را درس را کم ایبرتر میگذارم یعنی به درس را همسایه باشه نه به درس را خود باشه آفرین پس به دیوال سر همسایه به دیوال سر همسایه خب این خوبه دیگه خب چرا این کارو میکنین؟ خب برو جگر این به خاطر از این کار میکنن که نصیحت پیرمه به بچه و که نباشم امینه که به آشغال به جاروکش به چوکیدار به هیچ معنی یک ریپ پولم نده بزی واسطه که گردن شما بفته به گردن همسایه متر آشغال میاد دیگه میگم این همسایه طرف پس رو میده زرتر متر میندازه دیگه پیرم میگه ما پول جمع میکنم که با آشغال با جاروکش به چوکیدار بدم جمع میکنیم صاحب یک چیزی بشیم بخیر تشکر از شما واقعا لطف کردید چه برو شما آشغال کجا میگذارین هیچ من لازم به تا کسی همسایه راه نکنه شما نه این درس را به پلو درس را بگذاره که نه درس را همسایه بشین نه درس را خود زنده باشیم مطمئن باشیم بیننده‌های عزیز در کنار یک کلگی هم یک نفر دیگه هم کمی نفر دیگه میگه که یک کینم خود کینه سلام علیکم زنده باشین برا سلامت باشین زنده باشین خود شما کینیم زین الدین و برار نورالدین خب زین الدین برار نورالدین بعضا برادرها سوجی امرو ما در رابطه به می کسایی که آشغالا رو به تا پلاستیک یا به تا بوجی میکنم میگذارم به در سرا همسایه که تاون اینا بفته که به گردن همسایه به نظر شما کار خوبی میکنه نه برارم کار اشتباهه آشغاله که تو خود تو خوش نداری چرا به همسایه میگذاری همسایه هم آشغال خوش نداره میبینیم چیزی که میگه به خود خود میپسندی به دیگران نپسند چیزی که به خود خود نمیپسندی به دیگران نپسند درسته دیگه صحیحه خب شما برار آشغالا خود به کجا میبریم مثلا کجا پرتو میدیم ما برارم آشغالا خود پشت سرام و زمین خیلی تا پلاستیک میکنیم تا کلتاگ میکنیم پشت سرام میفته تا زمین خیلی میفته فکر کنیم همین زمین خیلیه یا به زمین خیلی کلتاگ میکنی یا به زمین خیلی کلتاگ میکنی سکو سرام بفهمیدی با پشتی و زمینیه زمین خیلیه پر از آشغاله ما هم آشغالا تا پلاستیک میکنیم همینطور میندازونه میفته تا زمین یک دفعه دو دفعه هم اشتباهی دستم خطا خوب افتاده تا سر همسایه با قیف میکشید که آشغالا از کی نما خاف کنه چیزی نگفت بارک الله جناب خب بیننده‌های عزیز شما میته کارو بکنیم همین آشغالا خور بندازنیم به پشت سراخ و اونجا بیترتر از این که بندازنیم به در سرا همسایه خاطر چی میندازیم پشت سرا به خاطر از اینکه زمین خیلی آشغالجونیه برارم خود ما چی ریپه مستن شهر ولی چرا نمیبریم نمیدیم به مطلع آشغالی برار جو وقتی زمین خیلی به پیش ما باشه ما برم با آشغالی پول بدم همین که به مطلع آشغال پول همین که راه داره بعد چرا زمین خیلیه به پشت سرا ما همین تو هم تو بشی زمین خیلی به پشت سرا شما باشه فرض مثال پول به آشغالی میدی نه هفته 80 ریپه میستونه هفته برج 80 ریپه هفته 20 ریپه میستونه راست میگه بله عزیز ما باشیم یک کلگی واسطه بستکیم بیننده‌های عزیز سلام علیکم زنده باشیم بازم در کنار یک برادر دیگه هستیم از اینا سعی کنیم بپرسیم که اینا چی میگم نظر از اینا در رابطه به این برادرای کاشغالا میارم در سر همسایه‌ام میگذارم به نظرم من خیلی کار گنده میکنم لالا جان بشنیدین کو بله کانال ما میشنویم نام شریف شما آقا گل برار جمع گل خب آقا گل برار جمع گل همه گل هم امسال به خان ما بله لالا جان همین برادرها بعض همسایه‌ها میگیرم به خاطر که می 20 ریپی هفته ندم همین خلیتی بوجی آشغال خو میبرم میندازم به دست سرا همسایه به نظر شما کار خوبی میکنم یا کار گنده کار اشتباهی میکنم برارمه زنده باشی کار نکنم از همسایه دست راستم یاد گیرم برارمه ما از همسایه دست چپ خو خواهشمند و مثل همسایه دست راستم و اخشالکا خو قراری کرده بیاره بخداره به در سرامو این خدمت بکنه که گردانی و از هفته که 20 روپیه میده گردانی بکنه خب همسایه دست راست شما گفتین چه کاره؟ اخشالکو میاره مقداره در سرامو همسایه دست چپ ما این کار نمیکنه نمیاره نمقداره ما از خواهشمند و از همسایه دست راست ما یاد گیره بیار اخشالکو مقداره در سرامو کمو 20 روپیه کفتی به اخشالی میده گردانی بگرده بیننده‌های عزیز بازم بارک الله فیرما و تو آباد بیننده‌های عزیز شما رو من متوجه بیشتر میسازم این برادر میگه همسایه دست راست ما آشغالا خود میاره میگذاره در سرامو من از همسایه دست چپ خواهش میکنم دست چپ اینه من از همسایه دست چپ خواهش میکنم که آشغالا خود بیاره مثل همسایه دست راست بیاره میگذاره به در سرامو که
تا اون اینو بیخن ما بفته که بله. مثل که شما پول دارترین اینو محله این. نه لالا دیگه الان اینو برامو 20 اگر در خورت میکنم به خاطر که امو هفته 20 روپیه راخشلی ندم خشالا خود هر سر ما میکنم. بازم کمک به همسایه دست چپ میشه. ولی میشه یا نمیشه به گردن جنای. تشکر از شما بیننده های عزیز، خدا کنه که شما هم همین الغر به گوش خو کنید. گپ لالا همسایه دست چپ اینا. بخیر باشین تا هفته بعد شما رو به الله پاک نازنین میسپاریم.